حکمی میکند از کنارها با او نورماتوف تعیین گردیده است. محول چمپیونات شامل است. در صحبت و البته این نتیجه گروه زیادی از مخلصان و دیگران منتظری صدایشته که داور مرکز سیاد جان زین‌الدینov هستند و همین طریق فوتبال بازان دسته کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان بعد تحلیل اینجا یک وضعیت بسیار هم خوب و توپ در داخل دروازه است. بیننده در سطح عالی انجام داده شد. جمشید مقسوموف مؤلف ارسال گل‌آور می شود. اینجا هجوم نوبتی دسته رفشان و اویانبال اولاولووا با پاس‌های کوتاه فوتبال بازان دسته رفشان از پرسینگ رها یافتند. هجوم بازیگران این تیم براه مانده می شود. فرصت بسیار هم خوب و اویانبال اولاولووا فرصت نوبتی و گل جمشید مقسوموف و بعدا جمشید مقسوموف. ببینید که محمد کمال در مبارزه بر مقابل امکانیت برای اویانبال اولاولووا ولی در این وضعیت مقسوموف ارسال تو به خط حمله شریدین بابایف امکانیت بسیار هم خوب و ستون از میان دو نفر موساق عارف فرار نمود و این چیز یوگنی گریتسنکو راه داد. جاویدان خوشوقت و فرصت بسیار هم خوب و فوتبال بازانی دسته برخچی در نیمه اول با زدن تماشا گذاشتن. ببینید که موقعیت های خالی در خط دفاعی دسته رفشان برای دسته برخچی آگاهی شفاهی داد. ژایروس آنانا پاسیو با مهربان غفارزاده پرتاب تو با داخل جریمه‌گاه دسته رفشان و حمله دسته رفشان شریدین بابایف فرصت بسیار هم خوب دارد ولی برنامه‌های تحلیلی اشتراک نموده. بخوری‌های موسم جاری دوبیرامین پاسیو با سعید اسرائیل سعیدوف و داور مرکز صدایشته که خود اسرائیل سعیدوف جراحت گرفت و واقعا هرچند شریدین کوشش کرد که اولی شده به تو برسد ولی کارت سرخ مستقیم نشان میدهد گل ختم گردید. از میان دو نفر سعید اسرائیل سعیدوف گذشت و با قهرمانی فعلی مملکت با باشگاه استقلال ارسال عبدالرحمن با داخل جریمه‌گاه و چطور فرصت خوب بود. اینجا 6 دقیقه زمان نموده داور نیست. بیننده های گرامی قدر جنبست گردید. دیگر باره دسته رفشان موفق گردید که در لیگ عالی مملکت با پیروزی دست یابد و هم